عالیه. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه و همه چی بر وفق مرادتون باشه. امروز اومدم یه میان‌وعده خیلی خوشمزه رو باهاتون به اشتراک بذارم. علاوه بر اینکه خوشمزه است، بسیار میان‌وعده سالمی هستش و برای گیاهخواره پیجم هم خیلی 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 خوبه. خب ببینید چه میان‌وعده‌ای، پس با من همراه باشین تا بعد. کاهو رو فرقی هم نمی‌کنه چه از کدوم نوع کاهو باشه، به این شکل قرار میدیم. بعد پنیر، میتونید پنیر رو که دوست دارین، یکم کنجد، خیار بذاریم. بچه‌ها میتونید از گوجه هم استفاده کنید، ولی من ترجیحم خیار و گردو بود. بعد به این شکل میپیچید. یه میان‌وعده بسیار مقوی و